گریه و ناله آریانا سعید در تازه‌ترین برنامه هنریش. کنسرت جدید آریانا سعید در فرانسه. آهنگ جدید این هنرمند، افشای حقایق و رازهای پشت پرده جنجالی آریانا سعید. آریانا سعید در کدام کشور است؟ مصروف چه کارباری است و کمک وی برای مردم افغانستان؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای ما هرچه بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای جدید و دیدنی کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید، هنرمند معروف، چهره شناخته شده، مطرح، یکی از ستاره های ماندگار در میان مردم افغانستان است. علاقمندان و دوستداران خاص خودش را در میان مردم افغانستان دارد. آریانا سعید، هنرمند بی‌بدیل، ستاره ماندگار و یکی از با افتخارترین زنان افغان است که در میان مردم افغانستان دوستداران و طرفداران خوب دارد. آریانا سعید مدت طولانی است که هنر موسیقیش را پیش میبرد و همه ساله باعث شده است کنسرت‌های در سرتاسر جهان برای علاقمندان و دوستدارانش سرتاسر جهان برگزار کند. این همه در حالی است که تازه تصاویر آریانا سعید در صفحات مجازی به نشر میرسد که وی در بزرگترین برنامه به مناسبت تجلیل از روز زن در کشور فرانسه آهنگ جدیدش را سروده است. بار دیگر شاهکاری در هنر موسیقی افغانستان انجام داده است. کارهای هنری آریانا سعید همیشه بی‌بدیل بوده است. آریانا هنرمند محبوب، تاریخ ساز و مطرح افغان در کشور دبی مصروف ساخت برندی از لباسهایش است. من آرزوی خوشبختی، موفقیت و سعادت برای آریانا سعید با جمعی است هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. آرزوی خوشبختی، موفقیت و سعادت. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای ما هرچه بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. تا درود دیگر، هر یک از شما خوبان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو را والله منان امانت گذاشتم. موفق کامیاب باشید.